السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل شرعی در مورد غسل طبق قرآن و سنت. در غسل جنابت 3 چیز فرض است، یعنی با ترک کردن یکی از اینها غسل ما قبول نمی شود. یکم، شستن دهان. دوم، شستن بینی. سوم، شستن تمام بدن. این 3 فرض است و با ترک کردن یکی از اینها غسل ما قبول نمی شود. اگر به اندازه 1 موی سر جای بدن ما خشک بماند غسل ما قبول نمی شود. در غسل 5 چیز سنت است. یکم، دور کردن نجاست، یعنی ناپاکی. دوم، استنجا که ما مستحب میگوییم. سوم، شستن هر 2 دست پیش از شروع غسل. چهارم، طهارت کردن پیش از غسل. پنجم، جاری کردن آب بالای تمام بدن. این 5 در غسل سنت است. نیت غسل به دل می شود، نه به زبان، برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با زبان نگفتند. پیش از غسل طهارت می کنیم، ولی در شستن دهان و بینی توجه درست می کنیم و 3 بار بر سر خود آب می ریزیم. بعدا 3 بار به طرف شانه راست و 3 بار بالای شانه چپ و بعدا تمام بدن خود را آب می ریزیم و در آخر پاها را می شوییم. یادداشت: اگر کسی می پرسد وقتی در حوض یا اینکه در دریا غسل کردیم چند مرتبه بشوییم، چگونه بشوییم، فقط فراموش نکنید اندازه 1 موی از بدن ما جای خشک نماند. یعنی چی در حوض چی در دریا وقتی غسل کردیم تمام بدن شسته شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.